بسم الله الرحمن الرحیم. سؤال اول: لماذا خلقنا الله سبحانه و تعالی؟ سوالی است که چرا الله متعال ما را خلق کرده؟ الجواب: خلقنا لنعبده ولا نشرك به شیئا. جوابش است که الله متعال ما را خلق کرده تا که او را عبادت بکنیم، ولا نشرک به شیئا، و چیزی را به او شریک نسازیم. الله سبحانه و تعالی میگه که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و خلق نکردیم جنیات و انسان ها را مگر برای عبادت کردن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که حق الله علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا. حق الله متعال بر بنده هایی است که او را عبادت بکنند و چیزی را به الله شریک نسازند. متفق علیه. السؤال الثاني، سوال الدوم: كيف نعبد الله تعالى؟ الله سبحانه و تعالی را چگونه عبادت کنیم؟ الجواب: جواب: كما امرنا الله ورسوله مع الاخلاص. جوابی است که ما الله سبحانه و تعالی را همه قسم عبادت بکنیم که الله و رسولش به ما امر نمودند، یعنی به امرای اخلاص. الله سبحانه و تعالی می فرماید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. سوره بینه. و ما امروا، و امر کرده نشدن، الا مگر این که لیعبد الله، تا عبادت بکنند الله سبحانه و تعالی را مخلصین، در حالی که بسیار اخلاص داشته باشند، یعنی قلبشان 100% و نیتشان 100% برای الله باشه در حال عبادت. له الدین، و دینداری را خاص برای الله بکنند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. من هر کسی که هر کسی که یک عملی را انجام بده، لیس علیه امرنا، که با او امر ما نیست، یعنی مطابق طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم نباشه، فهو رد، پس او عمل مردود است. مردود معنایش غیر مقبول، یعنی مردود معنایش چی است؟ که به نزد الله قبول نمیشه. متفق علیه، یعنی حدیث متفق علیه است که بخاری و مسلم هر دو روایت کردن. بناهن برای عبادت و قبولی عبادت دو شرط است. شرط اولش اخلاص است که 100% به خاطر رضایت الله باشه، و شرط دومش که به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. السؤال الثالث، سوال سومی هست که هل نعبد الله خوفا و طمعا؟ آیا الله را عبادت کنیم با خوف و طمع، یعنی از الله بترسیم و به رحمت الله امیدوار باشیم؟ الجواب: جواب میگه نعم، نعبده خوفا و طمعا و محبتا. بله، جوابی است که بله، ما الله متعال را عبادت میکنیم خوفا و طمعا و محبتا، که در عبادت ما سه چیز می باشه. یعنی از الله می ترسیم، خوفا در حالی که از الله می ترسیم، از عدالت الهی می ترسیم، و طمعا و به رحمت الله امیدوار هستیم، و محبتا و به الله محبت می داشته باشیم. علامه ابن قیم رحمه الله میگه که قلب انسان مؤمن
یعنی انسان مؤمن باید مثل پرنده باشه که سرش محبت است، یک بالش خوف و یک بالش هم رجا یا امیدواری. پس اگر یک پرنده سر را داشته باشه یا یک بال نداشته باشه، این درست پرواز کردن نمیتونه. و انسان مسلمان عبادت خدا با خوف، رجا و محبت انجام میده. ارزش خاص برای الله میکنه. الله سبحانه و تعالی می فرماید وادعوه خوفا و طمعا، یعنی شما الله متعال را طلب بکنین در حالی که خوف دارین، یعنی از عدالت الهی میترسین، و طمعا و در حالی که شما قلباً به الله امیدوار باشین. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اسأل الله الجنه و اعوذ به من النار. ما از الله سوال میکنم یا طلب میکنم جنت را و با الله پناه میخواهم از آتش دوزخ. یعنی به جنت الهی طمع دارن و از آتش و دوزخ الهی در خوف می باشند. السؤال الرابع، سوال چهارم، لماذا ارسل الله الرسل؟ چرا الله متعال پیغمبران را فرستاده است؟ الجواب، جوابشان لدعوت الناس للتوحید و اجتناب الشرک، بخاطر دعوت مردم به توحید و اجتنابشان از شرک. یعنی الله متعال پیغمبران علیهم السلام را فرستاد تا مردم از شرک دوری بکنن و به عقیده توحید معتقد شوند. الله متعال می فرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، و یقینا که ما مبعوث کردیم، یعنی فرستادیم در هر امت پیغمبری را، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، که شما عبادت الله را بکنین و از طاغوت، یعنی از شیطانهای انسانی و جنی که دعوای الوهیت میکنند، از آنها اجتناب ورزید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الانبیاء اخوه، پیامبران همه برادرانند، یعنی برادران دینی اند، و دینهم واحد، و دین همهشان یکی هست. ای کل الرسل دعوا الى التوحید، یعنی تمامی پیغمبران مردم را به توحید، یعنی وحدانیت الله متعال دعوت نمودند.